چرا اصرار میکنی جان بیادر؟ وان با شفاخانه بگویم با ما امبولانس میتن راحت تر میباشی. لالا جان لطفاً دیگه از این حالت خسته شده. من خوب هستم. دکترم گفت که دم موتر آدیوم رفته میتونین. او قدرم خوب نیستی خانم کوچک. دکتر گفت احتیاط کنین. حالا میریم. میبخشین. بله. کنون اورالشان پیشت هسته؟ بله پیشم هستم. لطفاً با اونا نمایان نکن. باید با هم گپ بزنیم. درست است مشنوم. زود بگو. ده موبایل نمیشه. باید ببینیم آمده میتونی. درست است میایم. آدرس جایی را که میبینیم روان کو. سیس. میبخشی عزیزم، دا شرکت با من یک کار مهم پیش آمده. شما برین، ما بعداً میایم. چی شده؟ صاحبت خواسته؟ شخصی که از برکت‌های صاحب چیزای بسیار هستن. تو هم میشناسیش. عشقم زیاد ناوقت نکنی سیس. درست است عزیزم، تو تشویش نکن. ناوقت نمیکنم. تو مواظب خودت باش سیس. چی شده قنده؟ یک دفعه ایوار خطا شدی. نکه ای کتابچه خاطراتت هست ها؟ نمیخوای توضیح بدی؟ بگی قندم ها؟ او را به ما بده. بگی؟ نمشنوی گفتم او را به ما بده. چی میکنی به ما بده؟ بار دیگه هوش کنی که وارد اتاق من نشی. اتاقت سیس؟ به نظر من قدر خدا عادت نده جانه. اصل وقتی که بفهمه کنعان دوست داری دی خانه خود چی در نزدیک خودم نمیماند. تو چی چتیات میگی؟ ما میگم که آدم به خاطر عشق خود قاتل هم شده میتونه. طرف ما بیبی، تو از حدت گذشتی. از اتاقم همیال گم شو. تو ترجیح میدی که در اتاق علینا گپ بزنی؟ قسمه که دیشب همراه اصل گپ زدین؟ و آراستی شما دیشب درباره چی گپ میزدین؟ بسیار جوش آمده بوده. نفهمیدم. با فهمیدن کدام چیز نیست قندم. دیشب تو و اصل در بین خود درباره چی گپ میزدین؟ برات یک چیز داد. او چی بود؟ تو گپای ما را گوش میکدی؟ با تو چی؟ گپای دو خواهر مربوطه تو نمیشه. هیچ. اما تو با تشبیه شدم. اما مهم نیست. بیازو از اصل خبر میشم. او لاکت مده. چند وقت بود که پیش او بود. پس لاکت داد؟ بله. اگر باورت نمیشه برو پرسان کن. حتی یک جای میریم و پرسان میکنی. نه ضرور نیست. سرت باور دارم. با ما چیزی که عجیب معلوم میشه است که یه اتفاق چطور در اتاق علینا رخ داده. بیبی روکو پوست کنده گپ بزن. میخوایی که چی بگویی؟ قاتلا حتما محل حادثه را ارزیابی میکنن. همین قسم میگه رفته بودی اونجا را ارزیابی کنی؟ ها قنده؟ نه که وقتی که ساکت ماشین میکشیدی از پیشت کدام اثر باقی مانده بوده؟ ها؟ آمده بودی او را از بین ببری؟ تو عقلت از دست دادی. باور کن تو بیخی مریض هستی. دست تو مریض هستی. وسواس داری. مشخص است که با کنعان علاقه داری. نجات یافتن نمیتونی. ای که حتی قاتل شدن قبول داری با ایمان است که کاملا غرق شدی. ما همراه کنعان و علینا کاری ندارم. شاید هم تو ساکت کشیده باشی. میخوایی کسی را پیدا کنی که گناهیت در گردن او بندازی. کی میفهمه؟ ما میفهمم که کی با دنبال چی هست برو. شاید از سلا فریب داده بتانی اما ما متوجه کل چیز هستم. میتونم تخمین بزنم که چی اقدام میکنی. از او خاطر از خود ثبوت نمیمانی. ما متوجه هستم. گیرت میکنم جانم. همراه ما خدا نزن.
اگه قیمتش بسیار به شکل بد میپردازی. چی میکنی؟ نه که مرا در خواب خفک میکنی. قسم کلینا را کدی. اگه ما به جای تو میبودم از این کارا میترسیدم. ما پول پیسه از همه شرکت ندارم که از دست بدم. کاملا برعکس. تو یک چیز بسیار قیمتی داری که از دست میتی جانه. هر چیزی که میگی بگو. ما میفهمم که کنعان دوست داری. از او خاطر اگه کسی باشه که باید بترسه او تو رسیقنده. حالا با اجازت ما رفتم میتونم. آفرین. آی دیمیروغلو، شما رفته با خلیل احمق با تفاهم رسیدین. وقتش که برسه حساب رو جداگانه پرسان خود کردم. با جایی که او پسته به قبرستان رفن کنم بردم و پیش دروازه شیلوش کردم. والا ما اشتباه کردیم رئیس. او خلیل پسته بایدش نمیمانده. چی میکردم حافظ؟ گفتم نه بعد از سالا با اولین بار از خوارم از ناز یک خبر گرفتم دست پایم بسته شد. حالا چی میکنی؟ همراهی کنان گپ میزنی؟ مسئله را میگی؟ نه کسی نمیفهمه. فقط تو و او لوده میفهمی. سعیس رئیس هر قسم خواسته باشی. تو چی کردی؟ همراهی جا گپ زدی؟ به چیز خود ضرورت ندارم. گپ زدم ضرورت نداره. هم ایجا و هم آکن خوب هستن. ایجا با یک شفاخانه هم گپ زدم میگه که این بار ملاقات بسیار خوب گذاشتن. چی کنه؟ وارد موضوع شوی مسئله را حل فصل کنه؟ نه، باید یاد بگیرن که چطور سر پای خود استاد شدن. او وقت باز نیمه از قلب مام راحت می باشه. او احمد، تو کجا هستی؟ هفته از کدام طرف ورامد؟ بیا بشین. نه بیادر، ما به شرکت میرم. خیرت خواه است. دی روزا به شرکت زیاد میری. تقدیر است یا غم؟ کدامش؟ هر دویش بیادر. بر دروازه که میرم aynı چیز میبرایم. خداحافظ. خداحافظ. آی وضعیتم بسیار خراب است. خراب است ایره خو میفهمم. یک چیز دیگه بگو. ملکه کجاست؟ همراه ملکه چی میکنی؟ شکر بکش که تو را به خانه اجازه داد. چی شد؟ یک دفعه لعیز شیشتی گفتی که خوب نیستی نه؟ تو را که دیدم مثل که جن دیده باشم. شاید تاثیر او باشه. احتیاط کو که ای جن نزنید. گرچه زدن خود زدید اما توبه کردیم یا رب. ملکه تو کجاستی؟ کل جانم شخک مانده. بدو ملکه میره. خدا برسون. کجا میره؟ نمیفهمم. بکس خود گرفته میره. تو چی میگی ها؟ ملکه میبینم که سر پای شدی. بله، وقتی که ندیدمت به تشویش شدم. درد و زخما را فراموش کردم. اگه نه جانم قدر درد داره که تو. فقط که 1000 سوزن در جانم خورده. وضعیتم بسیار خراب است ملکه، بسیار خراب است. بسیار ده او صورت چرا خیستی؟ برو پس خواب شو. ملکه من از تو دور بودن نمیتونم. فکر و هوشم کلشم روی توست. بیخی به تو وابسته شدیم. دیروز در چراغای ترافیکی برم جنجال جور شد. اگه تعدادشم زیاد نمی بود چیز نمی شد اما به هر حال به این زخمایم نبین. تو به زخمایی که در قلبم است ببین. از اونها بسیار درد میکشم ملکه. هیچ گفته نمیتونم. خلیل بگو سلطانه، بگو ملکه جانم. من میخوایم طلاق بگیرم. من نفهمیدم. تو چی میگی؟ شنیدی دیگه. من میخوایم از تو جدا شوم.
رئیس، من سر خلیل هیچ اعتماد ندارم. باید تدبیر از دست ندیم. این کار با تدبیر مدبیر نمانده حافظ. دیگه تیر از کمان برآمده. اول امرای دیمیرغلوها حساب خودت تصفیه کنیم. بعدا حساب 26 سال عمر من از خلیل گرفتنی هستم و هم روز به روز این قسم رو اعلانه میدم. چی وقت به حساب اورال میرسیم رئیس؟ بازودی شیرم. دیگه صبر ما با وقت اورال نمانده شیرم. بسیار نزدیک است. ختم شده؟ بله خلیل، ختم شد. گرچه چیز را شروع نکرده بودیم که ختم شود. بیازای قدر سالا ادامه دادن اشتباه. حالا برام میگی به خاطر خاتمه دادن چرا قدر سالا منتظر موندی ها؟ اما ما برات میگم امرای دخترت مناسباتت خوب شد، دیگه به ما ضرورت نما. عزیزتان پیدا شد. تو چی میخوایی بگوی؟ تو بسیار خوب میفهمی که من چی میگم. میگفت که به پیسه دیمیرغلو غرض نداره، میگفت که دقیقش نیست، دقیقش هست. تو کی را فریب میتی ها؟ حالا پیش دخترت میری و دفترهای سابقم بسته میشه، مرا به 2 روپه مفروشی. دانتا بسته کن. مرا امرای خود اشتباه نگی. اگه به مال اونا چشم میداشتم اون وقت به خانهشون رفته حساب پرسان نمیکردم. توری پایدو میشدم. لش افسانه سرمنگسک است، افسانه سرمنگسک. به من افسانه نگو، من فریب نمیخورم، از جدا نمیشم. باید جدا شوی خلیل، به خاطر که راه دیگه نیست. این کار ختم شده، ختم. جدا میشیم. ختم شده ها؟ همین قسم است. ختم شد. البته امرایت پیسام است، عزیزم است، کلش از دست و پس فطرت است. فقط که من نمیفهمم از وقتی که اومده کل چیز برباد شده. دست ما ایلابتی خلیل، دست ما ایلابتی. دخترم ایلابتی خلیل. دانتا بسته کو. دست ما ایلابتی دست ما. مسئله عزیز مزیز نیست، مسئله اصلی تو هستی. به خاطر منافع خود هر چیز قربانی کردن میتونی، حتی دختر مرا. قصدن اصل مرا تو می اونا ساختی. خود خسته نکن ملکه. اردی ما بسیار خوب میفهمیم که مسئله چی است. اصل مسئله او لعنتی است، عزیز است. احساسات جوانیش دوباره جوش کرده. فکر میکنین که من نیستم ها؟ این خبر در گور ببرین، هیچ کار کردن نمیتونه. او قسم یک مسئله نیست ملکه، من هرگز جدا نمیشم. از او لعنتیام کمک نخوای. بیبی من جان خودم میتونم و جان او پستم میگیرم، فهمیدی؟ اما بازم نمیمونم که شما به هم برسین، فهمیدی یا نه؟ هنوزم گپ میزنی خلیل. دانتا بسته کو زن شرانداز. تو برشی گپا رو یاد دادی، فقط که من نمیفهمم. امروی تو هم گپ میزنم. خانم نرگس مواظب برکاتت باش. خوب شد که بخیر گذشت جانم. حال چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر که اتفاقشون بخیر گذشت. همه قسم نیست سلینا جان؟ حال خوش شکر. خوب هستی نی؟ خوب هستم. دکتر برای چی گفت مادر؟ گفت کدام گپ قابل ترس نیست. گفت در ظرف چند روز دیگام خوب میشه، بخیر سر پای میشه. ما باید بریم که لینا کم استراحت کنه. پس میریم دخترم. مادر جان وقتی که کنان آمد باز مرا بیدار گسیز. درست است. سینان تصویر را دیدی؟ کار کی بوده؟ هر کسی که باشه در هر جایگاهی که باشه باید حسابش بده. کم بود که علینای بیچاره جانش از دست بده. ای خو کدام گپ ساده نیست. ابرو راست میگه. گناه و خطای هر کسی که باشه باید جزایش ببینه. زیاد خود منتظر نماندینی؟ نه ما هم زیاد وقت نمیشه که رسیده. بشینیم. البته. چرا مرا خواستی؟ کنون اتفاقی که دیشب سپری کردیم برای من کدام گپی عادی نبود. از یک طرف خب مشکل کمروی امنیتی هست،
کمرای امنیتی گفتی؟ بله، در هر گوشه خانه کمره است. تصویرهای نورام ثبت کردم. ایره باید بفهم. چی شد؟ میترسی؟ دورال گیرت نکنه، عروسی برباد نشد. کنان لطفاً قسم نگو. موضوعی نیست. اورال پشت ای کار اینا نمیده. ما باید از هر کسی که زودتر به اون تصویر را برسیم میفهمی. چی فکر میکنی؟ چطور برسیم؟ کدام مفکوره داری؟ نمیفهمم. اما هم به خاطر علینا و هم به خاطر خود ما رسیدن به اون تصویر را شرط است. باید یک راه پیدا کنیم و حلش کنیم. کنان، من دیشب تا صبح درباره او اتفاق فکر کردم. حتی یک لحظه از ذهنم دور نشد. ما هم همچنین. سینان چی شده؟ چرا چیزی نمیگی؟ حتما کدام مشکل پیش آمده؟ متاسفانه. چی شده؟ کی وارد اتاق شده؟ نمیفهمیم. یعنی چی که نمیفهمیم؟ کمرا دیشب در ضبط نبودن. تو چی میگی سینان؟ چطور یک چیز امکان داره؟ نمیفهمم مادر. عرفان به اتاق داخل شد، تمام تصاویران را دانه به دانه سیل کرد. هیچ چیزی نیست. در ضبط هیچ چیزی نیست. در چشمام تو یک اتفاق رخ داده بود. میفهمین در طول یک روز کامرا ثبت نکرده بودن. تو مطمئن هستی که از کسی دفاع نمی کنی؟ مثلا خانمت. تو متوجه هستی که چی میگی؟ چت یاد نگو. هیچ چیز از زندگی علینا که مهمتر نیست. در ضمن دفنه توی کارو نمی کنی. مطمئن هستی؟ بله اوران، مطمئن هستم. کجا بخیر؟ جایی نی. کنعان کار داشتم. کجاست؟ هنوز نامده؟ کار داشت، رفت. خب مطمئن هستی که کار داشت؟ یک بار پیش اصل نباشه. اصل مگم در اتاقش نیست؟ نیست. دفتن به عجله برام. خب چی میگی؟ خانم اصل توضیح بده، میشنوم. چیزی است که جرأت گفتنش هم نداری؟ ها؟ نه که با کدام چیز اعتراف میکنی؟ بگو، میشنوم. کنان، من تو چی تو؟ حالا بگو، تال نتو. میخوای چی بگویی؟ ای که هنوزم مرا دوست داری یا که ازم نفرت داری؟ یا ایره میگی که چرا قدر وقت مروارید بسیار از گردنت نکشیدی؟ یا درباره اون شب که در کل بسه پری کردیم گپ میزنی؟ کدام یکی؟ یا ای که چرا مرا بوسیدی؟ اصلا منتظر هستم بگونی جواب کدامش داری؟ همون را برم بگو، میشنوم. اینجا نه به خاطر گفتن ای که دوست دارم و نه به خاطر گفتن ای که ازت نفرت دارم اومدیم. حالا در برابر تو در قلبم جزئی ترین احساسم وجود نداره. با گفتن امی آمدیم.
بیبی در زیر یک سقف به خاطر هر دوی ما سخت است. باور کن اقدر نزدیک شدم. کاش که کلی چیز در جایی که ختم شده بود میموند، اما نشد دیگه. اتفاق دیشب یک ذوق چند لحظه‌ای بود، خلاص هیچ معنی نداره. باور کن بیازو نداشتم. در مقابل تو در قلبم هیچ چیزی نیست. او عشق سابق مرده، از بین رفته، ختم شده. دیشب واقعا مطمئن شدم. به می خاطر اتفاقات دیشب فراموش میکنیم. ما دیگه ما و تو هستی. تو معشوق علیناستی که به زودی همراهش عروسی میکنه و ما خانم اورال که بسیار دوستم دارم. قسم واقعا خوش بودن میتونی. و ایام آخرین ملاقات ماست، آخرین گفتگوی ماست. کنون خداحافظ. به نظر مسئله از پیش چشمای دور نگاه نکن. ای که در نزدیکیای کنعان باشه هیچ خوب نیست. الینا و کنعان خو بیازو موضوع جداگانه است. یک جا بودن اونام هیچ خوب نیست. تنها دلیل آمدن مدعی خانه همی بود. جنگم همراه ملکه مادر یک بهانه بود. خواستم که در پیش چشمایم باشن. اورال تو اگه ای گپ بخوایی یا نخوایی مجبور هستیم که همدست باشیم. بودن کنعان در داخل ای خانه هیچ خوب نیست. فکر نمی کنم اصلا دیگه کنعان دوست داشته باشه. ما اگه با جایت می بودم اقدر مطمئن نمی بودم. به نظرم هنوزم بسیار دوستش دارم. معذرت می خوایم. هدفم شکستن قلب تو نیست. اما این یک واقعیت است. هر وقت از پیش ما درباره کنعان پرسان میکنه میگه به نظرت واقعا الینا را دوست داره؟ مرا واقعا فراموش کرده. حتی میگه اگه شوه دمی روزا یک بار میبینمش. اما ما گفتمش که کنعان با الینا بسیار خوش است. حتی رفتم و همراه کنعانم گپ زدم. راکو پست کنده گفتم که اصل درباره تو پرسان میکنم. خواستم که عکس العملش ببینم. اما نه. دیدم که در وجود کنعان تغییرات زیادی آمده. اما اصل است دیگه. قسمه که گفتم. بسیار متاسف است. این درست نیست. اصل با گذشت هر روز به من دلگرم میشه، آهسته آهسته کنعان فراموش میکنه و حتی دیگه نامشم نمیگیره. اون مرا دوست میداشته باشه. عقلت در سرت بگی. اصل فقط به خاطر خوبی کنعان در پیش تو است. اگه تو بزور همراه او یک جایی نمیشدی در عمر از کنعان جدا نمیشد. یه عروسی رام صرف به خاطر خوبی کنعان پیش میبره. در چشمای اصل تو فقط یک آدمی هستی که به او تجاوز کرده و زندگیش تباه ساخته. بیبی که من به تو چی میگم؟ به نظر من فقط به خاطر شما یک راه حل است. یعنی میگم که اگر اصل حامله شوه او وقت در بینتان یک پیوند بسته میشه که هیچ وقت جدا نمیشین. تا هم فکرت آرام میشه و مام راحت میشم. چی نظر داری؟ مفکوره بد نیست، قبول کن. در ضمن ای بار ضرور نیست که فرارش بدی. میشه سر دوا بیهوشش کنی. اگه خواسته باشی مام کمکت میکنه. بیازو خواست و روحش هم خبر نمیشه. بیازو تا وقتی متوجه شوه حامله است و گپ از گپ دیر خواهد شد. من نمیتونم در هر کوی بدی کنم. برش قول دادیم که حتی با او دستم نمیزنم. در او صورت تا پایان عمرت با ترس از دست دادن اصل زندگی خود که دی اورال دمیرغلو. او هم مطمئن باش او یک روز مغلوب عشقش میشه و به کنعان همه چیز میگه. از عقلت کار بگی. به خودت فکر کن. باز کن دیگه. باز کن.
میکشمت. ما زندگی او را تباه نکردیم، ما حتی به او دستم نزدیم، ما او را لمسم نکردیم. تو چی میگی؟ دیوانه شدی؟ درست شنیدی، این واقعیت هست. ما اصلا هیچ وقت لمس نکردیم. هوش کنی که به اصلی را نگویی. شنیدی؟ اگر اصل واقعیت با فامت تا را ترک میکنه باید از این گپ خبر نشه. او بیازو از خاطر همون اتفاق جبری پیش تو زندگی میکنه. بیبی من بسیار جدیستم. هیچ وقت خبرم نمیشه، هیچ کس خبرش نمیکنه. البته اگر تو با استفاده از این موضوع مرا تهدید نکنی احمق، فهمیدی؟ چند یاد نگو. ای با درد من نمیخوره، اما با درد من میخوره. بسیار معذرت میخوایم، میبخشید؟ مهم نیست. اصل دیگه به خود بیا، فکرت جمع کن. کل چیز خلاص شد، کنان نیست، ما دیگه نیستیم. به خود بیا. یک بار ده یک خندق افتادی، نباید دفعه دوم بفتی. بله میشنوم. اصل کجاستی؟ بیبی از یک طرف نمیخوای که کندال تو را تعقیب کنه. درست است، درکت میکنم، اما برام بگو کجا هستی؟ همین جستم، جایی نرفتیم. فقط میخوایم کمی تنها باشم. امقا بر رستوران میرم پیش مادرم. درست است جانم، فقط کمی به تشویش شدم. علینا خانه آمده، تو چی وقت میایی؟ میخوایم او رو ببینی؟ کمی کار دارم، شب میایم. فعلا خداحافظ. درست است، امشب میبینمت. میبینیم. بسیار خوب میگه. عزیز تو بازده اینجا چی میکنی؟ راه و مسیرم با تو ختم میشه ملکین. تقدیر است دیگه. قسم نکن عزیز، قسم هر دقیقه پیش رویم نیم. ما دیگه جوانای سابق نیستیم، اولادای ما به سن و سال ازدواج رسیدن. دیگه این کارا به ما نمیزیبه عزیز. ایره بفهم. حق با تو هست اما ای زخم چندین ساله هست ملکه. گرچه
به خاطر تداوی و خوب شدنش دیر کردیم، اما مطمئن باش که من او زخمه با وجود ناوردیم. ای چی منو میتم؟ بیا بیشی، بیا گپ میزنیم. فعلا در ارتباط با خانم ناز به کدام معلومات خاص دست نیافتیم. با استفاده از دوستا یک تحقیق کوچک کردیم. در خزان سال 2014 با اوضاع رفته و از شوهرش اورال دمیروغلو شکایت کرده. خب بازداشت شده؟ دوزه اظهاراتش گرفته شده اما دوستیش از بین رفته. فکر میکنم در این قضیه کسی دخیل است، اما این یک وضعیتی است که ما امروز کمتر روبرو میشیم. باید اون معلومات رو پیدا کنیم. به هر قیمتی که تمام میشه شود باید بفهمیم که ناز چی شد و کجاست. آرزو میکنم هر کاری که از دستم بیایی انجام میتونم. عزیز هر چیزی که میگی بگو و لطفاً برو. حالا اصل میایه. نمیخوایم اقسم ما را تنها ببینه. بیازو همیشه پرسان میکنه، نمیفهمون برش چی بگویم. بگو که ای پدرت هست. عزیز ده ای باره گپ زدیم بس است. میفهمی بر ما چی زیادر دوار است. مرد که سر ما ای حال روز آورده و با تقدیر ما بازی میکنن. دخترم برش پدر میگه. این همه به خلیل چی ربط داره؟ نامی که به تو نوشته کده بودم بعد از خلیل افتاده، مانع شده که به تو برسه. دیشب به زبان خود اعتراف کرد. چی؟ از اول به تو چشم دوخته بود. از او خاطر همیشه ما رو زیر نظر داشتم. ما وقت او نامه را به مدیر پست رسان میدادم، او آدم مرا دیده بوده. به بهانه‌ای که ما برش میرسانم. او نامه را از پیشش گرفته، بعد از اون بیشرف پارش کرده و دور انداخته. از ما طلاق میگیرم. اگه بمرمم طلاق نمیدم. اگه نصیب من نمیشی نمیمانم که نصیب عزیزم شد. قسم میخورم که نمیمانم. خلیل چشمت چی شده؟ هیچ یک حادثه کاری بود. پیسه ای را که میخوایی آماده است. هر وقتی که نامه را دادی پیسه را میگیری. در ضمن در شرکتم کارت تضمین میکنم. اما این کار بسیار طول کشید خلیل. هر چیز تر نامه را میخوایم. در ضمن به شمول اورال هیچ کس از این گپ خبر نشه. عجله نکنین خانم جان. اول ما باید مطمئن شوم که مسئول هستم. تو سر مرش خند میزنی؟ گفتمت هر چیزی را که میخواستی آماده کردیم. دیگه چی میخوایی؟ ای که در زندگی سر کس اعتماد کنم یا نکنم این خوب در مغزم پیچکاری کرد. شما پیسه را تیار کنید. وقتش که برسه ما براتون نامه رو میدم. طرف مسئله که خلیل همراه ما بازی نکن. در ضمن مرا توسط عزیز توبراکم تهدید نکن. اگر دندانای و گوشتای ما را میبری ما تا حال زنده نمی بودیم جانه. سر و نامام زیاد اعتماد نکن. اگه او قسم است، اگه از عزیز توبراک نمیترسین باز چرا قدر قار شدین خانم جانا؟ خوشی بچیم در بین است. معلوم دارست که تو خوشی دخترت نمیخوایی. ما به خاطر آرامش خانوادم هر کار را انجام میدم. از این خاطر اگه او نامه را فورا نیاری دفعه دیگه ای قسم آیسته آیسته گپ زدن نمیتونی. باز از خود گله کنی از منی. زود ای برگارا پاک آقا خلیل. سلام. سلام، خوش آمدی کنان. خوش باشه. الینا چطور است؟ خوب تر است، در اتاقش است. عالی است. ازتون خواهش میکنم تا صبح این مسئله را حل کنین آقا. به خاطر که موضوع تنها تجارت نیست. من منتظر خبرتون میباشم. خوش آمدی ماهیگیر. خوش باشی. همراه عزیز ملاقاتت چطور گذشت؟ پلانای نه وجود داره که ما رو متعجب بسازن؟ اقدر نترس. در تقسیم اوقاتم فقط الینا است. ویدیوهای کمرای امنیتی را بررسی کرده. این کار کی بوده؟ کی ساکتا کشیده؟ مشکل تکنیکی پیش آمده و لحظه رو ثبت نکرد. ای چطور امکان داره؟ معلوم داره از هر کسی که او کار کرده همون ویدیو را حذف کرده. تصویرها را خوبان اگه از دنیام بره پیدایش میکنم. انشالله.
کنان خوش آمدی. چطور هستی؟ خوش باشی. خوب هستم. الینا را زیادتر از این منتظر نمیمانم. من میرم که او را ببینم. یک خوش خبری دارم که بسیار خوشحالش میسازم. مام همراه تو میرم. برش دوای شب میتونم بعدن شما را تنها میمانم. عالی است. بیا. الابته تو چی میکنی؟ مرا سلکویی مسئله خوب تو ربطه نداره نه؟ ها؟ چون همراه کنان عروسی میکنه تو از خاطری که ماهی گیره دوستاری حتی خواهرت فروختی. چتیات نگو. او و ای عین چیز است. هنوز عشق او قدر دیوانیم نساخته که قاتل شد. دستم حالا که کنان همراه من نمی باشه ترجیح میدم که همراه الینا باشه تا اصل. البته اگه باشه. طرف اومد بی حافظ. او خلیل احمق قابل باور نیست. متوجهش خواستین نه؟ تشویش نکن رئیس، او کار از من است. راست و چپ او معلوم نیست. یه دفعی نرو و ما را سر کس دیگه نفروش. بعد از قدر لط و کوب جرأت نمیکنه. میفهمه که جانش در قف دست ماست. دو بازم متوجهش باش که کدام قداری نکنه. تشویش نکن رئیس، من او را زیر کنترل دارم. نه فرار کردم میتونه و نه پرواز. خیر ببینی. ملکه؟ شب به خانه بیا خلیل. چی؟ تو واقعا؟ جدی میگی؟ مرا بخشیدی؟ شب بیا باز گپ میزنیم. درست است. امکان داره که نبه؟ البته که نه. آها. کجا بودی عشقم؟ دفعتن گم شدی. یک کمه کار داشتم. زنگ زدم با تلفن مام جواب ندادی. در جلسه بودم. تلفن مام خاموش بود. حالا پشتی گپان نگرد. چطور هستی؟ خوبتر هستی؟ اگه بگویم خوب هستم چی فرق میکنه؟ هیچ کدامتون گپ مرا نمیشنون. من بسیار خسته شدم از این ماشین. حق با توست، اما بسیار کم مونده. تشویش نکن. یک کمه دگام صبر کسیست. عشقم ده او ساحل که همراه تو ملاقات کرده بودم. ما میخوایم با اونجا برو. ما اونجا هم میریم. تو یکمه خودت جمع جور کن. یکمه به خود بیا. باز هر جایی که خواستی میری. اما فقط ما و تو باشیم. میخوایم تنها باشیم. بیا زو. بعد از این همیشه هر دوی ما هستیم. البته اگه تو بخوایی. در زندگی غیر از این دیگه چیزی نمیخوایم. علی ای که کار روزانه کار فراموش کردن میتونی، بخشیده میتونی. نمیفهمم، اما اگر برم یک شانس دیگه بتی به خاطر خوش ساختن تو تا آخر عمر هر کار از دستم بیایی انجام میدم. ضرور نیست که به خاطر خوش ساختن ما کار کنی. فقط در پیشم باش، همین بس است. من بعد از این همیشه پیش تو هستم. تا آخرین نفسای ما. بله، تا آخرین نفسای ما. از پیش از سال دور نمیشی، فهمیدی؟ ولی شما گفته بودین که یک مدت ازش دور باشم. بله درست است، اما حال برعکسش رو برات میگم. متوجهش میباشی که کجا میره. حالا چیزی که برات میگم انجام بده. درست است آقا رول. خلیل، کارتو زود خلاص کن. یک از موتورا رو باید پیش مستری ببری. درست است، پسانتر میبرمش. تو تشویش نکن. طرف ما ببین، تو لات خوردی نه؟ با خاطر که زخمای نیست که توسط افتادن با وجود آمده باشه. چی شده؟ باغبانی خو میکردی، باغداری و رانندگی رو خو پیش میبردی، حال دکتر عدلیام شدی. تو به کارت برس. راستی اگه کدام کار دیگه باشه بگو که خلاصش کنم. امروز زودتر میرم که خانمم برام زنگ زد. درست است. همی که موتور از پیش مستری آوردی برو. تشکر.
ابرو دخترم چی گپ هست؟ خوب هستی؟ پدر تو را چی شده؟ کی با تو این کار کرده؟ چیزی نیست بعدن برات توضیح میدم. یعنی چی که چیزی نیست پدر؟ بگو کی کار کرده؟ دخترم برات گفتم که چیزی نیست. گپ دراز نکن دیگه. ملکه مرا به خانه خواسته، مرا بخشیده. اول من میرم قلبش دست میرم، بعدن تو هم برو دستش ببوس. نه جانم، سیلیشه هنوزم فراموش نکردی. باز میگی برام دستش ببوسم؟ ابرو بیاز او زنکه از پولی چپلیست، اگری مرام نخواد بخشی. حال خوشخبری را خراب نکن. کاری که اورال دقیق اصل کرده باید ما سرش فراموش کنیم. از او خاطر امروی ملکه خوب رفتار کن. من وقت ندارم که با ملکه زایی کنم. از او کده کارای مهمتری دارم. وقتی که اونا را حل کردم نوبت خانم ملکه میرسه حساب سیلیشه پرسان میکنم. تو فقط دیده برو. ابرو ای خدای من. بهرام خلیل تو کارت خلاص کن که تو رفته نیستی. صرف نمیشم ملکه. ما و الینا بین خود یک تصمیم گرفتیم. بسیار زود انشاءالله نامزد میشه. آرم نگویی که متوجه نگاه های ابرو و کنعان نشدی. او عاشق کنعان است.